باز هم حاجی اکبر میره که زیرگیری را انجام بده، ولی صدرالحق پهلوان موفق است. صدرالحق را ببینیم، فرصت برای سر پل، همه را به هم میپیچاند. صدرالحق میره که امتیاز دوم را کسب بکنه، فرصت برای سر پل، امتیاز دوم در راه است یا خیر؟ و گساله که در هوا قاپ میشه، گساله را در هوا در اختیار میگیره عتیق مختار. باز هم حاجی اکبر میره که زیرگیری را انجام بده، ولی صدرالحق پهلوان موفق است. صدرالحق را ببینیم، فرصت برای سر پل، همه را به هم میپیچاند. صدرالحق میره که امتیاز دوم را کسب بکنه، فرصت برای سر پل، امتیاز دوم در راه است یا خیر؟ و گساله که در هوا قاپ میشه، گساله را در هوا در اختیار میگیره عتیق مختار.